فتوحات کجاش اسلام غیر اسلامی بود؟ برای همین امیرالمومنین اینا دردشون میگیره. امیرالمومنین 25 سال شمشیر رو غلاف کرده، اینا دارن میجنگن، هیچ کاری نمیکنن. دوران حکومت خودش لیست شمشیر رو که کشیده، فقط چی از اینا کشته؟ جز اینه؟ این دردآور. اومدن جعل کردن. آقا امام حسن امام حسین تو جنگاش بوده و فلان، چون جعل کردن 60 جای دیگه ریخ به هم. تا هم فتوحات غیر اسلامی شبهه ها رو جواب میدم دونه دونه رو که امام حسن امام حسین تو جنگای تو فتوحات اینا بودن. مطلقا امیرالمومنین تو جنگ صفین که جنگ جمل جنگ خودشه، امام حسن امام حسین جلو نمیفرستاد. به محمد حنفی میگفت تو برو جلو. محمد حنفی پسر امیرالمومنینه. برگشت گفتش که بابا اونم پسراتن منم پسرم، چون منو فقط میندازی جلو. حضرت فرمود اونا چشما من تو دستمی و دست از چشما محافظت میکنن. برو اونا فرزندان زهرا، نسل پیغمبر از طریق اینا باید ادامه پیدا بکنه. من جونشون نمیتونم به خطر بندازم. یکی از دلایلی که حضرت میفرماد من اون تو ماجرای کوچه اون بیعت سکوت کردم، حفظ جان حسنین بود. گفتن بعد دو تا بچه خردسال بودن زیر دست و پا همونجا میکشتنشون. اینا با آتش فقط حکومت رو میخواستن. گفت اینو بگیر اینا حفظ بشه. این نسل باید حفظ بشه. آن فرد وعده داده شده از اولاد ایناست.